بچه‌ها سلام، روزتون یا شبتون بخیر. هر موقع که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین. خیلی دلم براتون تنگ شده. امیدوارم که حالتون خوب باشه. و یا شروع پاییز خیلی سرما خوردم و خودم هفته پیش سرما خورده بودم. هنوز آثارش هست یکم. مراقب خودتون باشین. امیدوارم که سال تحصیلی جدیدتون هم خیلی خوب شروع کرده باشین. یادتون باشه چند ماه پیش یه سوالی توی گروه پرسیدم راجع به اینکه وقتی حس ساز زدن ندارین، حوصله ساز زدن ندارین، چی شما رو هل میده به سمت ساز زدن؟ و از تجربه هاتون گفتین. خیلی برام جالب بود و خیلی دوست داشتم مثلا موقعی که یه تایمی بشینم یه ویدئویی بگیرم براتون و یکم من از این تعریف کنم که من با چه چالشایی مواجه بودم و چه راهکارهایی پیدا کردم و چیا واسه من جواب داده توی تمرین سازم. و چند روز پیش داشتم به این فکر کردم که من الان تقریبا 2 ماه یا 3 ماه اینا داره میشه که گرفتن این ویدیو رو دارم به تعویق میندازم و داشتم فکر میکردم چرا من انقدر دارم به تعویق میندازمش و حالا با بهونه‌های مختلف دیگه. اگه بخوام توضیح بدم که با چه چیزای مختلفی مشغول بودم، احتمالاً یه بهونه‌هایی داشتم، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که این مقاومت من برای اینکه این کار رو به تعویق بندازم دقیقاً مسئله‌ای بوده که توی ساز تمرین کردنم داشتم و احتمالاً خیلی‌ها دارن و فکر کردم مثلا خود این میتونه یه شروع خوبی باشه واسه اینکه بیام تعریف کنم و مثال بزنم از همین مقاومت ساده‌ای که من برای یه کاری مثل فیلم گرفتن داشتم و حالا توضیح میدم که طی فکرها و تحلیلای خودم به نظرم میاد که پشتشون چیا هستن و چیا باعث شدن که من همچین کاری رو به تعویق بندازم و چه ارتباطی به ساز زدن داره، که در نهایت دیگه میبینین دیگه با یک لباس اتو نکرده و صورت پف کرده، آرایش نکرده و فلان و اینا، فکر کردم که بشینم بگیرمش و حتی خیلی قبل از فیلم گرفتن نشونم فکر کنم که دقیقا چی میخوام بگم، فقط یه سری عنوانایی که به ذهنم رسید رو نوشتم که توی ویدیو براتون توضیح بدمش. قبل از همه چی یه توضیح بدم راجع به اینکه اصلا هدفم چیه از اینکه این ویدیو رو دارم میگیرم. راستش من به عنوان یه فردی که از تقریبا 11 سالگی از نوجوانیم ساز یه بخش خیلی مهمی از زندگیم بوده، همیشه حتی تا این سن با مسئله تمرین کردن چالش داشتم و راه‌های خیلی مختلفی امتحان کردم که این چالش ها رو کم کنم، این مقاومت اولیه‌ام نسبت به تمرین رو از بین ببرم و خب یه راهکارهایی هم پیدا کردم که الان دارم ازش کمک میگیرم. ولی فکر میکنم اگه نوجوان بودم و کسی دیگه این تجربه ها رو برام تعریف میکرد، شاید خب زودتر میتونستم از یک سری راه ها استفاده بکنم و هدفم اینه که از تجربه هام بگم که اگر دیدین به کارتون میاد شما امتحانش کنین، ازش استفاده کنین و شاید به شما هم کمک بده. خب میرسیم به این سوال که چرا من گرفتن این ویدیو رو که از مثلا 2-3 ماه پیش قصدش رو داشتم و قرار نبود ویدیوی خیلی خاصی هم باشه، چرا مقاومت داشتم و چه ربطی به مقاومت ساز زدنم داره. چیزی که من حالا از سالها تلاش برای شناخت خودم فهمیدمش یا آدمای دیگه اینه که وقتی آدما دوست دارن که کاراشون رو خیلی خوب انجام بدن و میل کمالگرایی یا کمال طلبیشون خیلی زیاده، این یه مقاومتی توشون ایجاد میکنه و به خاطر اینکه یه کودک رو در نظر بگیرین که فکر کنین میخواد بازی کنه، خب برای بازی کردن هیچ مقاومتی نداره، چون اصلا براش مهم نیست که مثلا بازیشو حتما جور درستی انجام بده یا جور کاملی انجام بده. دوست داره بره بازیشو بکنه، میره بازیشو میکنه و کیفشو میکنه. چی میشه که ما وقتی بزرگتر میشیم
وقتی میخوایم کارا رو انجام بدیم انقدر برامون مهم میشه که خوب و درست انجامش بدیم. یا دیدن نقصامون ما رو کلافه و عصبی میکنه و خود اینم بازی مقاومتی ایجاد میکنه. دلیل مختلفی میتونه باشه پشتش. یه بخشیش ترس از قضاوت آدم هست. یعنی تا وقتی که ما فکر میکنیم که هر کاری که انجام میدیم با هر کاری که انجام میدیم دوست داشتنی هستیم و ترسی نداریم از اینکه اگر اشتباه انجام بدیم آدم ما رو قضاوت بکنن یا سرزنشمون بکنن و اینا، شاید خیلی انقدر درگیر این مسئله کمالگرایی نمیشیم. ولی وقتی کم کم تایید گرفتن از آدما برامون مهم میشه، قضاوت آدما برامون مهم میشه، یا با مسئله‌ای با مفاهیمی مثل شکست مواجه میشیم، یه ترسی تومون ایجاد میشه و دیدن ضعف‌های خودمون برامون اذیت کننده است، چون احساس ضعف و شکست بهمون دست میده. و مثلا وقتی من میخواستم این ویدیو رو بگیرم، ناخودآگاه شاید خیلی اصلا بهش فکر نکرده بودم، ولی ناخودآگاه ته ذهنم این بود که این ویدیو قراره ویدیوی خیلی قشنگی بشه، قراره من توش حرفای اضافی نزنم، قراره خیلی تو د پوینت و مختصر مفید باشه و به چیزای مهم اشاره کنم، قراره از لحاظ ظاهر ظاهر آراسته‌ای داشته باشم و همه این شرط و شروطی که ناخودآگاه برای خودم میذارم باعث میشه که کودکم هی بخواد این کار رو به عقب بندازه، چون نشستن یه جا با یک ظاهر آراسته و انجام یه کاری که خیالش راحت باشه که اون کار رو داره عالی انجام میده براش یه ذره ترسناکه، چون ممکنه وقتی میخواد اون کار رو بشینه و درست انجام بده هی کار در نیاد و هی اذیت بشه، کلافه بشه. و خلاصه یه همچین مسئله رو من همیشه توی سال زدنم از نوجوانیم داشتم. یعنی یک مقاومت اولیه خیلی شدید برای تمرین کردن و حتی دقایق اول برام خیلی سخت بوده، ولی وقتی شروع می شد میتونستم لذت ببرم ازش. حتی یه موقعی دیگه نمیفهمیدم تایم چجوری میگذره، یا حتی الان هم همینطوره. و در نهایت آدم خب تا یه جایی میتونه خودشو تغییر بده، به خصوص پیشنویسایی که توی مثلا خیلی خیلی وقتی سن پایینی بوده توی روانش نوشته شده. من به این نتیجه رسیدم که اوکی این الان کاراکتر منه و باید یه جوری باش کنار بیام. من شروعها برام سخته و دلیلش هم احتمالاً همین مثلا ترس از شکست و ترس از قضاوت و احساس ضعیف بودن و کامل نبودن از اینجور چیزاست. و در نهایت به نتیجه رسیدم که اوکی بذار قبولش کنم، بذار بپذیرمش که من این مدلی هستم، این چالشو دارم با خودم و بذار یه راههایی پیدا کنم که برام کار کنه و بتونه من هول بده و شروع کنم کارا رو. چون بالاخره آدم نمیتونه همیشه تو زندگیش همه چیزو که عقب بندازه، باید برای پیشرفت، برای پیشبرد زندگیش رشد کردن و عمل کنه، باید یه کارایی انجام بده. اینا بگم که این مقاومتم و کلا مقاومت ها برای آدما و عقب انداختن ها یک شرمی رو تو آدم ایجاد میکنه که خود اون شرمه باعث میشه تو بیشتر و بیشتر اون کار رو عقب بندازی. یعنی مثلا من یه تایمایی طی این 2 ماه اخیر یادم میافتاد که ویدیو رو نگرفتم هنوز. من به خودم قول داده بودم که ویدیو بگیرم و بعد احساس خجالت میکردم از که وای چرا من یه کار به این سادگی رو دارم عقب میندازم. و بعد دوباره ناخودآگاه ذهنم یک سرگرمی یا یک مشغولیت دیگه ایجاد میکنه که اینو فراموش کنم و بیشتر از این با این حس شرمه و خجالت مواجه نشم. توی تمرینم همینه. یعنی ممکنه که آدم چند روز نتونه خودش رو ببره سمت ساز و بعد دوباره فکر به این که وای من چرا چند روز تمرین نکردم، من چرا آدم تنبلیم یا از اینجور چیزا. خود این باعث میشه که باز بیشتر بخوایم عقب بندازیم و مقاومتمون برای شروع باز بیشتر بشه. خب حالا اینکه
چه چیزایی برای من داره جواب میده. یکیش خب اینه که آگاه شدن به این مسئله است که من دلیل مقاومتام از چیه و اینکه ناامیدی رو بذارم کنار. چون من یه برهه های الان مثلا میتونم بگم که سازای زیادی میزنم، شاید 5-6 تا ساز مختلف دارم میزنم و تو هر کدوم دارم تلاش میکنم پیشرفت کنم و مدیریت بکنم این جریانو. و یه موقع‌هایی تو زندگیم به این نتیجه میرسیدم که نکنه من اصلا آدم ساز زدن نیستم که انقدر مقاومت دارم. شاید نکنه من اصلا انقدر ساز زدن دوست ندارم که میل به تمرین کردنشو ندارم. نکنه آدمایی که اون مدلیان، یعنی با اشتیاق میرن سمت ساز و تمرینش میکنن، شاید اونا آدمایی که قرار موزیسین شن. این خب خودش ناامیدی ایجاد میکنه. ولی در نهایت به این نتیجه رسیدم که نه اینطور نیست. یعنی من به خاطر مدل شخصیتی که دارم، جوری که جهان بینیم شکل گرفته، تربیت شدم، خب یه سری نقاط ضعفی دارم، یه سری نقاط قوتی، ولی از خودم پرسیدم آیا من میخوام موزیسین باشم یا نه، و بعد در نهایت به این نتیجه رسیدم که میخوام. پس اگه یه سری موانع ذهنی و روانی هم دارم برای موزیسین شدنه، زندگی منه، میتونم سعی کنم باهاشون کنار بیام و یه راهایی پیدا کنم که بهشون غلبه کنم تا اون چیزی که بخوام، اون چیزی که میخوام بتونم باشم. فقط یه چیزی بچه اشاره کنم، توی حرفام گفتم که من مثلا 5-6 تا ساز میزنم، حالا مثلا در کنارش آهنگسازی و شاید تصویرسازی و این کارا میکنم، ولی یه پیشنهادی دارم، یک نصیحت، نمیدونم بشه اسمشو گذاشت یا نه، ولی واقعا پیشنهاد میکنم که تا وقتی که یک ساز رو از مرحله مبتدی ردش نکردین و به مرحله متوسط نرسوندینش، ساز دیگه‌ای ترجیحاً شروع نکنین. میدونم که خیلیاتون عاشق موسیقی هستین، عاشق سازهای مختلف هستین و دوست دارین سازهای مختلف بزنین. تجربه من به شخص این بوده که یا چیزایی که اطرافم دیدم خیلی خوب جواب نمیده که شما وقتی یک سازی و هنوز مبتدی هستین همراهش ساز دیگه هم شروع کنین، به خاطر اینکه لازمه که آدم تا یه مدتی بیشترین میزان تمرکزش رو روی یک چیز بذاره و وقتی اون رو به یک ثباتی رسون، به یه جای خوبی رسون، به یه سطح قابل قبولی رسون که یکم جاپاش محکم شد، بعد یه چیز جدیدی اضافه کنه. این حالا تجربه من بوده، اگه دوست داشتین میتونین گوشه ذهنتون نگه دارین. حالا اینکه کی آدم اون مرحله مبتدی رو رد میکنه یکم گفتنش سخته. فکر میکنم که هر کدومتون با معلماتون میتونین راجع به این قضیه حرف بزنین و اینو اون سطح رو پیدا کنین که کجاست، کی شما از مرحله مبتدی خارج میشین. ولی اگه حالا واسه کسایی که باهاشون سوزوکی کار کردن بخوام یه حدودی بگم، اگه مثلا شما کتاب 2 یا 3 سوزوکی یا حتی مثلا 4 سوزوکی تا 4 سوزوکی زده باشین و ساز زدنتون روون باشه، یعنی وقتی مثلا ساز تمرین میکنین بدنتون اذیت نباشه، منقبض نباشه و صدای نسبتاً نرم و خوشایند و با کوک قابل قبولی از سازتون در بیاد، این یعنی که دیگه شما اون مرحله مبتدی رو ربط کردین و به مرحله متوسطه رسیدین. حالا میگم این چیزی که میگم نسبیه و با مشورت مربیاتون میتونین اون سطح رو پیدا کنین که برای شما کجاست. گوشیم خاموش شد، رفتم گوشه کوشا رو قرض گرفتم آوردم. یه ذره داره فیلمام زیاد میشه و طولانی میشه، شاید بعضیاتون دیگه حوصله نکنین، ولی اشکال نداره. یعنی تو این گروه 50-60 نفر حتی یه نفرم باشه که این چیزا که میگم به دردش بخوره، خوشحالم بابتش. خب چیزی که الان داره واسه من کار میکنه و ازش دارم کمک میگیرم که اون مقاومت اولیه تمرین سازم رو بشکنم، یکی از مهمتریناش استفاده از تایمر گوشی و آلارم گوشیه. نوشتن برنامه‌ریزی قبل از تمرینه. یعنی من همینجوری ور نمیدارم یه سازی رو شروع کنم تمرین کردن.
طی سالهای پیاپی من گزارش تمرین می نوشتم روزانه که چی و چقدر تمرین کردم، هر تمرینمو به کجا رسوندم و چالشم چیه و دفعه بعدش میخوام رو چی کار کنم. به خاطر اینکه بچه ما آدمای فراموشکاری هستیم، وقتی میخوابیم خیلی از اطلاعات یادمون میره و اگه یه سری چیزا رو یادداشت نکنیم فردا وقتی میریم دوباره مثلا سراغ تمرین سازمون یه سری از چیزایی که دیروز روش کار کردیم و فراموش کردیم و تا بیایم خودمون رو پیدا کنیم زمان رو از دست دادیم. بنابراین با نوشتن خیلی مختصر مفید میتونیم هر روز به فردای خودمون سرنخ بدیم و کمک کنیم به فردای خودمون که تمرین راحت‌تر شروع شه و هدفمندتر باشه. معمولا من تایمرامو مثلا 10 دقیقه‌ای میذارم. البته بستگی به انرژیم داره. اگه خیلی پر انرژی و با حوصله باشم ممکنه یهو مثلا یه سازی و 1 ساعت تایمر بذارم، مثلا با خودم بگم که اوکی من تو 1 ساعت میخوام این چیزا رو تمرین کنم و شروع کنم تمرین. تایمر که خورد دیگه میرم استراحت میکنم. ولی موقع‌هایی که انرژیم کمتر باشه مقدار زمان کمتری رو میذارم. یعنی مثلا ممکنه نیم ساعته بذارم، ممکنه 20 دقیقه‌ای بذارم. اگه انرژیم خیلی کم باشه و خیلی مقاومتم شدید باشه ممکنه حتی 5 دقیقه‌ای تایمر بذارم. یعنی به خودم میگم که نوگل برو شروع کن 5 دقیقه و 5 دقیقه فلان چیزو تمرین کن. بعد معمولا اولین تمرین سخت‌ترین تمرینه. وقتی شما 5 دقیقه اول یعنی سازتون رو باز می‌کنین، دست می‌گیرین و میزنین، بعد می‌بینین بعدش مثلا 10 دقیقه میتونین دیگه مثلا تایم بذارین، بعد یه استراحت کوچیک، بعد دوباره مثلا یهو میبینین 20 دقیقه نیم ساعت هم میتونین دوباره بعدش ساز بزنین. قبل تمرین سعی میکنم محیط منظم و مرتبی باشه، متمرکز باشه، چیزایی نباشه دور برم که خیلی حواس پرتی ایجاد بکنه. من آدمیم که برام سخته تو محیط شلوغ و نامنظم تمرین کنم. شاید بعضیاتون بتونین، بستگی به مدل خودتون داره. و وقتی میخوام تمرین کنم آب میذارم کنارم، چون وقتی دارم تمرین میکنم یه ذره که احساس فشار و خستگی میکنم، چه ذهنی چه بدنی، یا حتی احساس میکنم جریان تنفسم داره سخت میشه اگه دارم تمرین تکنیکی انجام میدم، آب میخورم. سازو میذارم یه لحظه کنار، آب میخورم و تو همون چند ثانیه آب خوردنه انگار بدنم دوباره یه جونی میگیره و دور سازو میگیرم، بهتر میتونم ادامه بدم. آب خوردنه به هم خیلی کمک میکنه طی تمرین. و من حالا جدا این که یادداشت میکنم، میانگین تمرینامو در میارم. گاهی وقتا مثلا این 3 ماه تابستون که گذشت من هر روز ریز در آوردم که برای هر سازی یا هر زمینه از موسیقی که کار میکنم چقدر وقت میذاشتم و آخر هر ماه و آخر 3 ماه اومدم اینا رو حساب کردم، یه میانگینی در آوردم و یه هدفی تعیین کردم برای فصل پاییزم و یه مثلا برنامه‌ریزی کردم، یه جدولی واسه خودم درست کردم و الان دارم سعی میکنم طبق جدول پیش برم. درسته که خیلی وقت آدم برنامه‌ریزی میکنه عقب میمونه، کلافه میشه، ولی برنامه‌ریزی و دیسیپلین یعنی واقعا یک کلیده واسه اینکه آدم با سرعت بیشتری رشد کنه. یعنی درسته که تو ویدیوهای قبلی گفتم که خودتون سرزنش نکنین، ناامید نشین، خودتون رو درک کنین، ولی این به این معنی نیست که کلا آدم ول کنه همه چی. اگه میخواین موزیسین شین، اگه میخواین موزیسین حرفه‌ای شین و تو کارتون یک فرد توانمندی باشین، باید آدم دیسیپلین داشته باشه، باید نظم داشته باشه، چون جز این انقدر سرعت پیشرفتتون کند میشه که اون نتیجه‌ای که میخواین و بعد از چند سال نمیتونین ازش دریافت کنین. نمیتونین دیگه رو خودتون اسم موزیسین بذارین اگر نظم و دیسیپلین ندارین و تمرین نمیکنین، یا از لحاظ مهارت‌های ساز زدن هنوز خیلی مبتدی هستین. هر کسی ممکنه که یه الگوهای ساز زدنی داشته باشه از لحاظ نوازنده‌های معروف. خب من مثلا یه نوازنده رو از نوجوانی خیلی دوستش داشتم، هنوزم همونو فیوریتمه، همون نوازنده رو خیلی دوستش دارم. اسمش الان نمیخوام بگم چون نمیخوام که من
من به شما خط بدم که کیو دوست داشته باشین و کیو دنبال کنین، ولی خب وقتی شروع میکنین کارای نوازنده های مختلف رو توی یوتیوب دیدن و کم کم میشناسینشون، بعضیاشون بیشتر به دلتون میشینن دیگه، حالا به دلایل مختلف. من جدیدا اینجوری شده که میخوام تمرین کنم، تایمر رو که میذارم، چون اولش دستامو گرم میکنم و بچه ها بدن گرم کردن و دست گرم کردن خیلی 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 مهمه. یعنی من هنوز که هنوزه، الان شاید مثلا 15 سالم بیشتر که دارم ساز میزنم، از 11 سالگی تقریبا الان 17-18 ساله که من دارم تو زندگیم ساز میزنم و هنوز وقتی بدنمو گرم نمیکنم و دستمو گرم نمیکنم و ساز میزنم، کاملا نتیجه متفاوت میشه و وقتی تمرین میکنم فشار بهم میاد و دردم میگیره، حالا جاهای مختلفی از بدنم. و وقتی خوب بدنمو گرم میکنم، هم سریعتر به صدای خوبی میرسم، هم حال روحیم خیلی بهتره، اصلا حال بدنم بهتره و آخرش میبینم که خیلی تمرین سالمتری داشتم و نتیجه تکنیکی هم خیلی بهتر. حالا قبلا این شکلی بود که مثلا وقتی شروع می‌کردم به تمرین، آلارم رو که میذاشتم، مثلا یه موسیقی میذاشتم، موسیقی کلاسیک که توش ویولون، مثلا اگه ویولون تمرین میکنم موسیقی میذارم که توش ویولون باشه. اگه مثلا گیتار بیس تمرین میکنم یه چیزی گوش میدم که توش گیتار بیس داشته باشه. خیلی هم انگیزه بهم میده، هم چند دقیقه‌ای که من دارم اون موسیقی رو گوش میدم به هم کمک میکنه که یکم ذهنم رو از چیزای دیگه خالی کنم و روی موسیقی تمرکزم رو بذارم، یه ذره متمرکز ترشم و شروع میکنم حین گوش دادن اون موسیقی بدنم رو گرم کردن، نفسای عمیق کشیدن. جدیدن علاوه بر اون یه موقع هایی هم شروع میکنم چند دقیقه اول که دارم بدنم رو گرم میکنم یا اجرای تصویری از اون نوازنده‌ای که دوست دارم میبینم، یا حتی ممکنه اجرا هم نباشه، اصلا مصاحبهش رو ببینم، یه مثلا مستندی از اون آدم یا حالا یه نوازنده دیگه ببینم و این خیلی منو به وجد میاره. همچین کارهایی شاید به شما هم بتونه کمک کنه. ایمپرووایز کردن و بداهه نوازی هم یکی از چیزاییه که میتونه خیلی کودک درونتون رو خوشحال کنه. یعنی شما اگه همیشه بخواید تمرین خیلی جدی و مشخص و تکنیکال داشته باشین، اگرچه خیلی ممکنه پیشرفت کنین ولی ممکنه خسته بشه آدم. کودکتون نیاز به بازی داره و ایمپرووایز و بداهه نوازی و خلق کردن و بازی با سازتون میتونه یک جایزه به کودکتون باشه و وقتی یه مقدار این کار رو انجام میدین و هی توش بهتر میشین، سازه براتون جذاب‌تر هم میشه. آره اینم که گفتم که گزارش مینویسم و سعی میکنم با واقعیت خودم مواجه کنم. یعنی یه اتفاقی که میفته، ما ممکنه تصورمون مثلا اینه که داریم روزی یه ساعت تمرین میکنیم، ولی شاید در واقعیت اگه کسی بخواد یا خودمون بخوایم میانگین تمرین هامون حساب کنیم، شاید یهو مثلا میبینیم در واقعیت داریم روزی 12 دقیقه یا 20 دقیقه تمرین میکنیم و باید آدم شجاع باشه، بتونه اینا رو یادداشت بکنه، بیاد حساب کتاب بکنه و در بیاره که الان کجای کاره، الان داره واقعا چقدر میانگین انرژی که واسه سازش میذاره چقدره و بعد بیاد با خودش بسنجه که آیا من این مقدار تایمی که میذارم با این آرزوها و اهدافی که تو زمینه موسیقی برای خودم در نظر گرفتم آیا همخونی دارن یا نه. یعنی اگه مثلا آرزوم اینه که یک نوازنده حرفه‌ای بشم، آیا واقعا با کسی با روزی مثلا 1 رو 20 دقیقه یا حتی نیم ساعت تمرین ساز میتونه یک نوازنده حرفه‌ای بشه یا نه؟ این سوال از خودتون بپرسین و اگه میبینین نه همخونی نداره، سعی کنین ظرفیت خودتون رو بیشتر کنین. مورد آخری هم که بهش میخوام اشاره کنم مسئله انگیزه درونی و بیرونیه. ببینین توی بعضی کشورها مثلا مثل اتریش که میگن مرکز موسیقی کلاسیکه،
خب شما مثلا ممکنه تو اونجا آدما تو خیابون راه میرن، مثلا کلی نوازنده است مثلا کنار خیابون داره ساز میزنه، یا کلی دانشگاه ها، مدارس موسیقی، کلی چیزایی هست توی محیط که به آدم انگیزه میده و باعث تشویق آدم میشه. ولی خب توی ایران داریم زندگی میکنیم که محدودیت‌های خودشو داره و کارش هم نمیشه کرد دیگه. تو ایران داریم زندگی میکنیم. داره اینه که از لحاظ بستر بیرونی خیلی محیط موسیقایی نداریم توی ایران، یا مثلا فضای اجرا اونقدر نیست. مثلا توی بعضی از کشورها بچه‌ها وقتی از سن پایین میان تو سیستم سوزوکی مثلا شروع میکنن ویولون یاد میگیرن، هر هفته اجرا دارن. و ببینین کسی که هر هفته اجرا داره دیگه وقتی به یه سنی میرسه، جوون میشه، یعنی دیگه اصلا مسئله اجرا کردن براش چیز خاصی نیست دیگه. انقدر تجربهش کرده و انقدر توش توانمند شده و تجربه کسب کرده که خیلی میره مسلط اجرا میکنه و مدیریت استرسش براش خیلی راحته. ولی خب کسی که مثلا سال به سال شاید مثلا یه دونه اجرا، نهایت 2 تا اجرا میره مثلا میذاره جلوی مردم، یعنی دارم شرایط ایرانو میگم، خب توانایی‌های پرفورمنس و اجراش خب خیلی ضعیف‌تر و کمتر، کندتر رشد میکنه. یا اینکه انگیزه هم ممکنه کمتر بشه. یعنی شما وقتی توی محیطی هستین کلی موزیسین میبینین دورتون که انگیزه تمرین دارن، دارین صدای تمرین آدما رو میشنوین، خودتونم به شوق میان که تمرین کنین. ولی وقتی خبری نیست دور براتون و گاهی یادتون میره که کلی آدم سراسر دنیا دارن هر روز ساعت‌ها تمرین میکنن، خب آدم وقتی یادش میره احساس تنهایی میکنه، خب ذهن اولویت ساز زدن رو کم میکنه و خب آدم انگیزش کم میشه برای تمرین. حالا یه پیشنهادی که دارم براتون اینه که اگر کاری میتونین بکنین که محیط دور و برتون موسیقایی تر بشه، این کار بکنین. یعنی اگه میتونین دوست موزیسین پیدا کنین، حتما پیدا کنین، با هم مثلا برنامه ساز زدن بذارین. اگه میتونین برین توی ارکستری حتما برین. اگه هر چقدر اجرا برین ببینین، اینا همه خیلی کمک میکنه. اما اگرم احساس کردین که این انگیزه های بیرونی یا حتی خود کلاس سازیه که انگیزه بیرونی میتونه باشه، چون آدم ممکنه اگه معلمش هر هفته بهش یادآوری نکنه که خب مثلا تمرین کن مثلا، یا مثلا تمرین تو بیا به من تحویل بده، اگه اون نظارت مربی نباشه آدم باز انگیزش جاد کمتر میشه. خب هر کاری که میتونین برای بسترتون انجام بدین، برای محیطتون انجام بدین که شما رو هل بده بیشتر، که بیشتر تلاش کنین انجام بدین. ولی اگر هم بیشتر از یه میزانی دیدین کاری از دستتون بر نمیاد، باید انگیزه درونی برای خودتون بسازین. و انگیزه درونی یه چیزیه که خیلی دائمی تره. یعنی اگه چه میدونم یه کرونایی هم پیش میاد، تا یه مدتی هیچ آدمی نبینیم، آموزشگاه نریم، کنسرت نریم، ولی اگه انگیزه درونی داشته باشیم، بازم شوق یادگیری داریم، شوق ساز زدن داریم و دوست داریم پیشرفت کنیم، صدای قشنگ از سازمون در بیاریم. و خلاصه که اینم جزو چیزایی بود که من طی سالها متوجه شدم. یعنی یه جاهایی دیدم انگیزم کمه، چون از بیرون کسی به هم انگیزه نمیده و منم خیلی نمیتونم کاری براش بکنم. سعی کردم که یه راههایی برای انگیزه درونی برای خودم بسازم، به این فکر کنم که چرا اصلا دارم ساز تمرین میکنم، چرا من انقدر ساز و موسیقی رو دوست دارم و به آرزوهام یا رسالتم فکر کردم. اینا خب کمک میکنه به آدم. خب فکر کنم همین چیزایی که نوشته بودم و گفتم، همین دیگه. همین چیزایی که گفتم به عنوان نه یک متخصص و کارشناس و فلان و فلان، به عنوان یک دوستی که طی سالها خب با سازش کلنجار رفته
چالش‌های مختلفی داشته، تجربه‌های مختلفی داشته و به عنوان یه دوستی که داره تجربه‌هاشو انتقال میده دارم این چیزا رو میگم و امیدوارم که به درد خورده باشه چیزایی که میگم. اگه کاری داشتین، سوالی داشتین یا تجربه‌ای داشتین که برای شما خیلی جواب داده، حتما در میون بذارین. بدونین خیلی دوستتون دارم و مواظب خودتون باشین. فعلا خداحافظ.